نقطه نظر خودتون رو گویید. این اعتقاد شما هست. ولی آدم پیش ما اومد شیش سوزن و کار گفت من گفتم خیلی قصیدت میخونم. قصیده بریدن بخون. خیلی قصیده بریدن خونم. انا بچه هم سوز شده. برو. باور به همون چیز داشت. این چیز این معنای اون داره که یعنی که خودش چیز بود. چیز ما را شهر یکم چی بوده است؟ یکم باوری بوده است. باوری دولت های بزرگ برای که باوری کنن به دختری همون دولت وزارت تندرستی میلیون ها سوم صرف میکنن که خلق باور کنن. چی میشود در وقتی باوری؟ یک چیزی مثال شما ما رو کرد نداشتیم. کیست؟ بریجه بشنمش باوری چی میگه دین؟ مثلا خداوند به باوری ما را قبول میکنه، به ایمان ما را قبول میکنه. زرینا قبول ما نداره. یعنی که تو اگر صد نماز بخونی روزانه، شب تا روز نماز بخونی روزانه، مثلا تمام روز روزه بگیری، خیرات کنی، رابط ها بسازی، فایده چی؟ فایده نداره. Tam tak wystarczy decyzją. Що така ж бачиш, не الان تصور کنید یکم چی بود است؟ باوری است. باوری در دین هم حجت است. در علم چه گپ است؟ در دین حجت است. باوری حجت باطنی است. در درونت این کار نمیکنی، میگوی میشود همون کار. من باور دارم به همه کاری که هست. خیلی بینید 6000 نمود باوری هست. 6000 نمود باوری. با شمال تا با آفتاب تا با خاک تا با علم تا با خدا تا با فرشته ها تا باوری انسان گوناگون است. لیکن یک تاش درسته، یک باوریش. انا کو تصور کنید به باوری به اعتقاد این قبول نمیکنه. به باوری آدم زندگی کردن نمیتواند. زندگی کردن نمیتواند. ما آدم ها رو میبینیم، قدشان صحبت میکنیم، میبینیم که همین زندگی در پیشروی داره یا نه. وقتی قطیش میشینی آدمی که پیشروی دارد میبینی که او باوریش چی هست نسبت به کار خودش زیاد است. در تبابت هم چنین است. یعنی ما برای قطیش ما صحبت میکنیم سببش چیست؟ یک سببش همینه که شما بدونه که شما اگر باور کنه شما صحت شویتون چی میشه؟ آسان تر میشه، خوبتر میشه. از این برمیگرد. از این برمیگرد که مهم است. چی کار میشود وقتی که انسان باوری میکنه؟ در معنی سر انسان مرکز باوری است. وقتی خودت باوری همون داروهای حلاوت بخشنده، قوت بخشنده میتید. وقتی او داروها را داده روش صحت شوید چی میشود؟ روش صحت شوید زیاد میشود. سیدن تو جگزن روش صحت شوید زیاد میشود. بودی خرد باشه. وقتی که تو باور میکرده بیا سامرو اینجا ببینید. پدر کی؟
بشین. امروز وقتی همون چیز آمده، وقتی همون فهمون بدهی یکی از روش‌های کار ما این چیز خوش آمده. صاحب خوش آمده. بریم با او کارو خیلی بگرد میزنیم. امروز خیلی همین کارو مردم ها کارشون نبود. چی توضیح است؟ بواری میکرد است در معنی سر دارو مشکانات انسان از زیاد میکنن، خواش از زیاد میکنن و علم میگن موبیلیزاتش میکنن، داروهاش حاصل میشن، ایمونیتتش بقوت میشه، قواهای سازندگی در اون زیاد میشن. عموما دیدش چی میشه؟ دیدش نسبت به زندگی روشن میشه. بار دیگر میگم باور میکنه شما رو مغز سرتون تحفه میکنه. تحفهش دارو هست، گرمان های چی؟ حلاوت بخشنده، وقت خوش کننده، گرمان های فکرات نک کننده و آینده تا روشن کننده. یک داروی همون اگر نچکه دایم زخی یا که فکرات بزیبن یا که همه جا درد میکنه. ما بعضی رو ما سوزن میزنیم که جانش میبره میگه که او من در برایش برای همون داروش کمه، همون دارو کم حاصل میشود. یکم باوری بوده است، دیگه نه؟ یعنی باوری چی بوده است؟ با زبان دینی چیش میگن؟ باوری نه؟ ایمان میگن. ایمان میگه ایمان داشته باشی میره بهشت، نداشته باشی چی؟ میشه. اکنون نگاه کنه بشینم بشینم دیتون میکنید شما دخواه بشین ساز بشین مشکل جدا بشین کسی دیر کرده جاتون رو نتیه چه تو ما طوری بعضی آدم آخر بعد دیر میکنن بعد با جای خوب بابا میتیشن رو چی جای خوب باش میتی وقتی دیر میکن یک نقل است میگم ما مایده بدیم مدرم نصیحت ما میکرد میگفت که بچم در مرکه چی وقت جو تا بهش کسی نتید خیلی مایده بودیم نمیفهمیم یا که میگفت چیزی خوشرو و زیبایی که داشته باشی در معرکه نشانش ندید خیلی همین گپ شده که میگفتیم یکی نسل هم دیدی یه مردک با نخل میکردم هر کسی که اومده بیایی جا بزن همجور بگذار این یک مسئله یعنی که شما یکیشتی شما برای دانش آمده پول میتی وقت آنها صرف میکنی برای همین نگاه کنید بر وقت آمده نخور آدمی که در زندگی دیر میکند مکتب هم دیر میکند کاراش هم دایم دیرن و مشکلیش چیست که بهیش نمیره و بهیش سخته در دروازه بهیش هم چی؟ دیر کردنش ممکنه آقا یک نمودی آدم ها هستن که در عراف میدونید نه در بهیشتن چی؟ نه در دوزخ انا اکنون تصور کنید این صفت دیر کردن رو برطرف کنید یک تای دیگه نقل یعنی چیزی زیبوتا در مرکه نشان نده یک چی داشته است کارچه داشته است کارچه خوشروی نقص وزی همون گفتنش که اوه همه سیبا پوست کنیم گفتش مرحمت کارچه من او کارچه بازی بودن از یه مردن گفته این کارچه را من دزدیده این کارچه من بود اگه جوش گرفته دزده بگیری بزنه زدن بیرون مرکه کردن کارچه را گرفتن یعنی که این
چیز است نصیحت هایی که مثلا ما را خوردی هم میکردن امروز دیدستیم. وقتی که شما دیر میکنید مشکل میبینید او روش درسی که ما باید بتیم در نیم ساعت فایده میشه و با سر اینا مجبورم چکار کنم این قدر زیان میرسانه آدمی که آدم دیر میکنه همین دیر کردن و دیر صحت شدن سر وقت پونکتوال است مردم ما ندارن پونکتوال است میدونید پونکتوال است چیست همین نمیست چی داره پونکتوال است نمیست که پختکور وقت چیناست سری وقت دمیه میکنه کورشون میزنه میره اما خیلی چکار میکنیم خیلی جدا محشود کرم جدت میکنیم مگزین چی هم جدت میکنیم رئیس هم جدت میکنیم در مملکت دیگر فقط زنک جدت میکنن اگر یک جا برون یک اون ساعت تا آرام تارام میکنه که میشه خیلی کوشش کنیم این خطی ماست ما هم خیلی هستیم برای همین ما چی داریم کارمون چی است کارمون بیرونه جمعیتی ما قریب همش دیر میکنن مجبور ای دعوت روزی چکو کرده است روزی کارخانه دعوتی باشه اگر یک دقیقه دیر کنی ساز چکرت میکنن ساز پیش میگیرن در مجلس که پلاش نازی برای اختراع استادگی هم ساعت 15 کم 8 استادگی هم خیلی بود است باوری انا که آدم صحت میکنه است یکم باوری بود است دویم چی بود است هم باوری ما را چی زیاد میکنه همین باوری آدم همه امت محمدی در قلبش همون ذره ایمان هم داره یعنی ایمان میگه سنتی در امت محمدی یعنی تو میگوی نمیگوی در تو هستی برای مثلا میگه غیر مسلمان فرض است ایمان آوردن لیکن برای کسی که امت محمدی است مثلا از مسلمان تولد شده است او سنت داره چی معنا داره که ایمان ما رو نما میتیه چه؟ این انا داریم چیزی که شما را این شما میتونید برید در یک آدم طبیبی کوه نه باور کنید چی اخلاصو؟ خلاص یعنی اخلاص کنند شاید همون داروهاش حاصل شود و صحت چرا برود این 10% 15% 800 کسی میرود خود به خود آدم چی باوری میکند خیلی کفر آمده است مثلا نمیدونم بسیار چیزا مانند ما میگه که همین زوره او خیلی میکنه او خیلی میکنه با باور میکنه بعد باوری چیکار میکنه داروها رو چیکار میکنه حاصل میکنه داروها حاصل شدن آدم صحت میشه لیکن دور دراز نه موقتا برای که شما دور دراز وقتی زیاد صحت شوه علم در کاره یگانه سه ایمان آدم زیاد میکنه باوریش زیاد میکنه علمه همین علمی که شما را خدمت میکنه چی نام دارد؟ چه علمی؟ تیپ او بلند بگو بلند بگو تیپ خواهیست اگر میزنه که با علمی تیبه معلم شما را میتونه تفاوت کنن شما را تفاوت کنن نه همین ملا تفاوت کردن میتونه اینستیتوت خوندگی اینستیتوت خوندگی میتونه تر یگون میلیسه تفاوت کنه فوتبالیست میتونه تفاوت کنه فقط علم چیز علم تیپ تفاوت کنه برای چی برای علم تیپ همه چیزها رو چیکار میکنن میاموزن نیا کنید یکم چی بود است یکم باوری دوم چی آدم نصیحت میکنه است علم تیپ صحت میکنه انا اکنون تصور کنید سیوم چیز ما را چی صحت میکنه چی؟ دارو سیوم چیزی که آدم صحت میکنه این دارو است دارو 30% آدم ها دارو 30% وقتی شما دارو خورده سکو خانه نگویه که بیزار شدم نگویه که در جام زدم این داروها یک جور سوز میکنن نه سه چیز آدم ها را از داروها ترس داد تیب خلقی و تیب همین اختری حاضره تا همین سالهای چیز جنگ داشتن
اینا نه ولی آشتی کردن، جنگ میکردن. تیمی دختری میگفت که اینا نادرستن، این تیمی خلقی میگفت که اینا چی داروهاشون شما رو چیکار میکنن؟ کسل میکنن. یکیش اسپرین. اسپرین وقتی پیدا شد یزوه کرد. یزوه کرد بسیار داره. حاضر اسپرین چی داره بلوجدن؟ پرده داره. زخمی میده نمیکنن. سال 70 اسپرین یزوه بشد. مردم ترسیدن. دویم آنتیبیوتیک برآمد. آنتیبیوتیک بسیار کردن همین کمتر سوفا میزدی آنتیبیوتیک کمتر چی میشد بسیار کسایی رو زد آنتیبیوتیک دیزبکتریوس کرد این مردم ترسیدن. سوم ترسی مردم ای چی شد؟ ای داروهای شیمیایی دهم کارپوس. وقتی که اونجا رفتن و داروهای شیمیایی کردن این مو رو دیگر شدن ریختن مردم تلخف شدن. انا بعد طبیبا گفتن دیده که داروها چه خیلی میکنن. اوش حساب نکردن که قریب 20% کسلی های روی جهان همین داروها مغلوب شدن. پیش وبا آدم هم میکشت، دامنه میکشت، دیزنتری حال خونه میکشت، نیمانی هم میکشت، گریپ میکشت، منینگیت میکشت. اینا همش آدم ها رو نیست میکردن. یک کور یک کلافشان ایکو گل میزند کو نیم آدم هم میکشت. باز بینه دارو واکسینه یک غلط شد. یعنی دارو هم آدم ها چیکار میکنن؟ داروش میکنه سیم پروفیلاکتیک بیزان بسیار پیتانیز برای شما نصیحت کنم. اکنون ما را دارو صحت میکرده اما tak دارو چه میدونه صحت میکنن نگاه کنید دکتر و همه این اگر با بدون علم باشه کتاب بخونی دارو باشه با کی استخدام نزدیکی دکترای انا همیشه در مردم خطا میکنن کدوم آخه دکتر گوشه چرا نگو که شکم تواند کنه دکتر رفتم دکتر نوشت مرا دارو نوشت کدام دکتر چون کیم خیلی دکتر بود تو دکتر کانکریتی برای یافتن دکتر در تاجیکستان خیلی فینه دکتری خب بسیاره یکی همون دکتری که تده در کاره یافتنش چیه؟ یافتنش مشکله میره کرابولم یه علاجش میکنن که چیکار کنن؟ خیلی یکون دکتری آشنا و شناس و ای بی ما هم هست ما هم دکتری شناس میکنیم دکتری شناس میکنیم در دکتری خشتباری نمیشه اگر ما بگم که نمی خشم خشو بگیرم توبه کنم دقت بسیار نمیشه برعکس میشه در یگونه چیزی که من خودم هم حس کردم که بگو که یک رسا خشوتر توبه کنم نقصتر توبه کنم چی؟ نمیشه نمیشه برای این همه را در دکتری قریب چی؟ یخی نگاه میکنیم فرقی ما از طبیبا از داملا همینه که برای پیش ما کافر و مسلمان پیان و دیوانه و کدام نمود آدم بیایم ما چکارش میکنیم؟ متوابتش میکنیم برای ما فرق نیست که دکتر دا چی؟ فرق نیست که که توابت یعنی که دکتر خطیکی سلام یعنی که وقتی تانا باور میکنه دین شما خون شما هست بینه که خون تانا ایکی میگیره دین شما خون شما هست بینه که خون تانا ایکی میگیره اکو تصور کنید بهترین چیز شما سلامتی است بینه که همه سلامتی را با کی باور کرده استه فهمیده کنم سلامتی را با کی باور کرده میدونن نباشه نازو همه چیز عزیز برای آدم چی است سلامتی است وقتی یک سلامتی و رزق روزی در وطن تصور کنید پنجم ما را چی صحت میکنن این
ایمونیتت به تاجیکی چی میشه؟ مسئولیت. بعد علم روحشناسی ما فرشته سلامتی، ملائکه چی؟ سلامتی. یک قطره خون ما در 5 میلیون فرشته هست. اما حجره ها بسیاری شدیده. فرشته سلامتی را دیده؟ یک قطره خون ما در عمود فرشته 5 میلیون هست. این قدر بسیار هست. ایمونیتت هم میدونه. ایمونیتت چی خیلی است؟ آدمی از تیز کسل میشه، آدمی از چی؟ دیر کسل میشه، آدمی از تیز صحت میشه، آدمی از دیر، آدمی از که ایمونیتت در اینجا چیزی مهم است. سوسکنی بدن، درو حاصل کردن، از نو کردن تمام بدن. 2 سال پس گوشت و پوست ما و شما عوض میشه. همین 2 سال نبینیم گوشت و پوست ما عوض است. 120 روز پس خون سرخ ما عوض میشه. 20 روز پس خون سفید عوض میشه. 7 سال پس استخوان عوض میشه. ما ابنولینی میشیم، از نوسازی میشیم، پره ما رو از نو میکنن. پیری چیست؟ همه ابنولینی نمیشه. آیسته آیسته همون پوست دیگه نو نمیشه، نو نمیشه، همه خطی چی میشه؟ همه خطی پیر میشه. و بدونید در درون ما مسئولیت هست. او فرشته زن میکنه. من یک گپ یک بار شنیدم، همین باور کنید عقل من دیگر شد. در دین خواندم، یک جا خواندم که چون کودک تولد می شود شیطان او را می لیسد و می گوید که خوش آمدی به دنیا. و یک شیطان چرا موکل میکنه؟ میگه کاریتون همین ره به ره کردن است. اکنون نگاه کنید. علم چی میگه؟ علم دختری میگه چون کودک تولد می شود هم تازه که یگون میکروب نداره. در ساعت 1 میلیون میکروب در تنش میچسبن. همین رسیدن شیطان بوده. همین شیطانه که میکروب های گوناگونی کسل کننده در بالای کودک میچسبن. پس فرق بین گپای کهنه و گپای حاضره چی؟ نیست. فرق نیست. اما هم بسیار چیزا رو میدونستن، میفهمیدن. اگر تو تصور کنید ایمونیتت نباشه، اگر میگه که این ما ایمونیتت فرشته سلامتی میگه اگر رحمت خدا نباشد در 1 ثانیه نیست. معناش ببینید همین خیلی بلا زیاد هست که اگر رحمت خدا نباشد در 1 ثانیه پر نیست میشه. پس رحمت خدا در وجود ما، در وجود حیوانات، در وجود مخلوق هست. ما را این صحت میکنه. اکنون ششم ما را چی صحت میکنه؟ اگر گفت شما نگاه کنید. ما را صحت میکنه اطرافیامون. اطراف در اطراف کیه؟ در اطراف هست آیله، اولاد و طبیعت. همین شما مناسبت خوب نداشته باشید، دوستان ندارم، هر روز جدا باشه، کار نکنید، میشه واسه چی؟ یک چیزی که ما و شما را صحت میکنه این مهر و محبت است. چیست مهر؟ چه مهر؟ مهر چه وقت؟ سوری که سرمانه شبیه با مهر چی؟ در بین آدمش گم شدن میگیره، کلان میشی، سر دل چی شدن میگیرد؟ سخت شدن میگیرد، سخت شدن میگیرد، سخت شدن. چی سر زندگی، مشکلات، غم، ناامیدی، گپ های بسیار بیهوده، جنجال ها، یک دار چیزها. برای چی کودک را ما دوست نداریم؟ کودک مایداره برای چی دارن؟ مهر دارن. بیرونش بیرست. لو کودک کسی نباشه میگیریش، بگونه هم باشه که دوستش میداری. برای مهر خالص و نگاه کنید. محبت
مانند رستنی. شما یکم بار دیدید کودک خود به خود کلان شود یا کیت باشید چه خیلی میشه همون کودک کلان شود دیگر است یا که کودکی را که کوچک تربیت کرد من مهر ندارد من نمیشناسم نسبت دلسوز نیست یعنی که مهر محبت همین هدیه توفه رفت آمد آدم صحت میکنه همه کس خبرت بگیرد چه خیلی میشه همین که روز که هست روز که نیست ما هستیم بیا بچه هم مرا نکی به پول تباوت میکنی مایره گفتم بابا جان بشین باش گفت چی خدمت پام در میکنم دورم میانم در میکنم فهم که بچره 70 چند ساله آدم با جان رد میکنیم تباوت میکنیم گفت مشکی بچه هم 5 تا بچه هم خیلی ندارم یادم دانست گفت که هنگی با گفت که بعد خطیت نامدن یک بار من همش در کارای خودشون بچه هم دیلم نشد هم میبینیم شون زندگیشون سوز نیست دیلم نشد من گفتم که خیلی خداش کرد گفت برای چی خداش کرد گفتم دیگه من خطای اردم میکنم ثواب ما میرسه ما بکشم گفت چه خیلی نفهمیدم من گفتم همون مشکلات بچه ها تا همینه که خود تایردم نکردستن چخیر بایا خودشون من مگر تایردم کردن امروز تو در راه گذشتی از آب کشیدی نه استاد ماشین من کردن ها استاد مشکلت بود تو راست استاد ها خیلی بچه هم جو در میکنن انا اکنون فرشته و بچه های تنمه خیلی نمیدونم مردم روز قیامت میگن که این مورا نگفت پدر ما هم پدر ما مورا نگفت که من مشکلی دارم وی مرا یاردم کنه انا اکنون چی شد میدونید کار کنم نفقت بکن دولت نفقت دادست است چرا بچه‌ات نفقت نتیان گفت چیکار من بگه گفتم را داروها زنگ بزن بگو که مرا چی بچه نفقه مرا بچه هم بچه‌اش دختراش بگه اومدن نفقه‌اش دادن بعد من زنگ زد ناومد پرگوشه بعد من گفتم که میدونستم نمیگه زنگ زد روز دیگر بود که بود گفت که ای بچه‌م 800 سومون دادن من انا خیلی اینا رو دارو بخرم بعد خیلی میام نصیب باشه یا دوی دیگر من داد دیگر ناومد اکنون تصور کنید دو مردی که یکم پول داشت اکنون به چی میشه پیر میشه به پول میشه تاخش نمیکفه با هر روز پول داشته هر روز میرفت هر روز یا بچه دیگر من دوبار میشم که گفت که چیکار کنم کارم پیش بروم گفتم مادر زنده هست گفت ها تو برای پولش بده کم کم در دستش 50 سوم 20 سوم بده هر رفت و هفته مادرش خبر نمیگیره او خوبه گفت نابینا بهش کارت نباشه دادنش من گفت گفته است که گوش بر ما پول چی نکنه یا هفته بعد رفته که نبیرچه هاش درگیر چه بیبی جان چه بیاریم خیلی بیبی پس جان خیلی یا موپاس دو موپاس رفته است که دختراش همون کمپیره درگیر چنه کمپیرش 10 سوم اوش 5 سوم این بچه خیلی رفت پیشروی کرد زندگیش دیگر شد گفت من نه فهمیدم که این گفت پول آدم چی میکنه است خبرش چکار میکنه از نگه میشه انا که تصور کنید اطراف ما را دیگر میکنه و دولت مناسبت کنه دولت مکانیزم های اردم کرنده داره و آفتاب سلام بگویید زمین شکرانه کنید در هوا هم ثنا بگویید وقتی آب نوشید بسم الله بگویید 4 چیزی که ما را احاطه کرده سیره و هفتم چیزی که ما را صحت میکنه این کیه خدا
خدا شفا کنه، خدا شفا میده. 7 چیز هم ما گفتیم اگر همینا رو درست اجرا کنی اینش چی میشه؟ خداوند شفا رو میده. تو باوری کنی گپ دختر رو بگیری، مناسبت کنی، مهر کنی، بخشش کنی، خداوند شفا رو میده. بعضی حالات به اینا هم خدا شفا میده، هرچی بخواه خدا میکنه. لیکن یک قانونی هست که خداوند برای زمین ما چی باید ساخته است. الان فهمیده چه خیلی بود است؟ چه خیلی شهر نشده؟ نازکی ها شهازی نمیگن که چه خیلی جنگ میکنه در درون کدام داروها حاصل میشه، چیگر میشه. یکی همه شما را یک تایه امینا چی؟ سهر میکنه. یا باور میکنی سهر میشی، میای اشتا آموزش میگی دیگر میشی، یا علمی تیب یاردم دختری شو گوش میدی اجرا میکنی سهر میشی، یا داروها تا نغز میخوری، یا که دکترت بسیار کارات میکنه، یا اینکه محیطت اون جایی که تو در اطراف مهر و محبت دقت، یا اینکه چی علم تیپ، یا اینکه پروردگار شما را به هیچی چیکار میکنه. اما یک کسی یاردم میگه یک دعا میکنی چی میشه؟ دعا میکنه صحت میشه. سوال دارید؟ اگه باورتون پیدا شد که میشه به صحت. ما و شما با اتاپ دیمی تبابت میگذاریم. این چی است؟ این سکوت است. سکوت مشق روانیه. شما برابر نیمروز مالش به مالام باشه.